ببخش مادر خاله‌ام با وقت گفت زده بودن که شما قرضدار هستید. نمیدونم تو چه اندازه گفته‌های خاله‌ام حقیقت دارن. در این کتابی که شما از کی چی گرفتید به کی چی دادید در یگان جا قرض نمیبینم، فقط میبینم که به کسی پول دادید. خیلی خاله‌ام بیاید. السلام علیکم فرخ جان. و علیکم بر سلام خاله جان. من سلامتیات خوب؟ تشکر زیاد خاله جان. شما چه خیر؟ خوب هستم. گفتی که فوراً به نزدم بیاید. باور کن دیگه نمیدونم که چه خیلی به نزد تو آمدم. سلامتیات خوب همان است؟ خاله جان تشکر زیاد که گپی مرا گوش کرده آمدید. منتدار هستم از شما. یادتون هست یا زمان وقتی بیمار بودن مادرم مرا فریاد کردید، گفتید که مادرتون از کدام همسایه 50,000 دلار پول قرض گرفته است. یادتون هست؟ بخشش زیاد در وقتی بودن خیلی مشکلات ها و بیمار بودن مادرم و این حادثه هایی که شدن فرصت نیافتم. لکن مادرم پیش از مردنشون یک کتابی رو برای من دادن. در همین کتاب فقط میبینم که مادرم به کسی قرض داده است و در جلد آخری کتاب نوشته است فرزندم نبینم که تو از کسی قرض پرسی. من همه قرض های دادم رو بخشیدم. در یگان صحیفه همین کتاب نمیبینم که از کسی قرض گرفته باشد. نمیدونم این گپ شما تا کجا حقیقت دارد. خاله جان خواهش میکنم از خدا ترسید. اگر دروغ باشد در نزد وجدانتون شما جواب میدید. خاله جان تو با من باور نمیکنی فرخ جان. من خاله تو هستم. چه من تو رو فریب میکنم؟ تو به جای فرزندی من هستی. اپام گفتن که من این رو به هیچ کس نگویم، لیکن این روز که مجبور شدم قرضدارا که اومدن منم به تو گفتم. آخه من با شما چون همیشگی باور میکنم خاله جان، لیکن یک زمانه شده است که باید به سایه خود باور نکنی. میدونی برای چی خاله جان؟ زیرا در تاریکی هم سایه تو رو ترک میکند. خواجه حافظ میگوید که هیچ رحم نه برادر به برادر دارد، هیچ شفق نه پدر را بر پسر میبینم. بیهوده گفتگی نیست خاله جان. نه یکان جای زیقی نیست. لکن شما هم نیز اهمیت در یگان صحیفه همین قرضداری مادرم رو میبینید. شاید اپام فراموش کردن نوشتن رو. شاید از خاطرشون برآمد که نویسن که قرضدار هستن. تو بیشتر دیدی یگان دفتری دیگر باشد. شاید مادرم یک کتاب داشت. در همین کتاب با کی چی داده است، از کی چی گرفته است مانده است. یا گمان میکنه که مادر من بی عقل باشند. چی تو بگوی که من دروغ میگویم؟ نه خاله جان، بخشش زیاد که قرضتان رو وابسته به وقت برنگردوندین. یک دقیقه می رو قپید. اینا خاله جان، این کار این رقمی کار در داخلش از مبلغی طلب کردگی شما زیادتر هستند. می توانید قرض گرفته مادرم رو برده رسونید. شاید مادرم آسوده خوب کند در گور. شاید راست میگی. خواهش میکنم خاله جان. راست میگی فرخ جان. رحمت کلام فرخ جان. باید تو فرزند هستی، باید این قرض رو از سر مادرت خالی کنی که اپای من در گورم باشد. آرام تو به کدام بس کلام. افتاب رو به دامن پوشاندن نمی شود خاله جان.
Неки дар ман аҷиб аст хула. Чаро то зинда будани модарам ин қарзро напурсидӣ? چند بار از اپام پرسیدم شاید اپام با تو نگفتن хуб хула ҷон, ба неки бинем. бисёри баъд вақтатон ро намегирам. шояд ягон коре дошта бошед. худоҳофиз хула ҷон. خودت رو احتیاط کن فرق албатта да хула ҷон. мунисро гӯед назди ман биёяд. مایلش جانی خولا хуб. با این دهاتی با من یک کتاب آورده است میگه که من باید کتاب خوان باشم مادرم شما رو در کتاب قید نکرده است خیلی مادر تو قید نکرده باشد عیبی من چی؟ توبه اوی امروز بختم خندید وقتی که پول به درد میان میبیاید چقدر بوی خوب رو حس میکنم امروز زندگی هم دیگر شد مادرش قید نکرده است مادر باید بر وقتر قید میکرد خولا мардумон мегӯянд ки хола ба ҷои модар аст. ҳеҷ бовар надорам. کاش بایشم پدرم راست خلاص پدرت پیش از کفوی پدرت همسایه ها اون چی کاری کرگید بود از همسایه ها بگید شهر بدوریم پدرم رو شده زده از خدا سور کردید از خدا نترسید یا خدا بخبر خب کن پدر جانه پدر جان تمام همسایه ها ندن رو در پسیدن اگر کاری من رو بود نکنی من کاری تو رو بود نمیکنم چرا چی کپی خب کن همه کارهای تو رو من بود میکنم کاری بود نکنی چرا چی اشتغار هرچی بوده بود یک بار دیگه میدونم اگه فرق بخشش میپرسم دیگه امروز ندارم ممکن که منم بخشم
ما با کدوم دیگه پیشته بدروم. من میدونم برای شما خیلی نمردی کردم. نمیدونم با چی بهانه بدروم. بیارم تو آغاز نفس کن. مادرش بوستن کردگی هم بیارم. خیلی در سلام تو خب کن آغاز نفس کن. رو شرمنده کردی. خدا بزنش مورا. خب کن آرام شب جونی من تو آرام شب بازی کلی هم بیارم همین زمان. خب کن خواب کن خب کن. خدا بتوان. خوب کردی؟ خوب میخوری؟ خوب کن. بکرای نجی زنگ زنم که کلی ماده کردگی هم رو بیارد. خوب کن. این افته بینو این نموده بینو این شمس اینجا چی میگویی؟ اکا فاروق میبخشه بیا با داخلی دم زنیم بیا برامد بگذارم رحمت خب شمس نبرکن سبب اومدن چی هست اینجا؟ سبب اومدن اکا بخاطر این است که به کجای میرم و کار قبول نمیکنم اکا کار نمیام برای هم اومدم که یک بار دیگه اکا جون اقلا در کار هم نگرفتین در برتون موشم قرضه رو بود کردی؟ نه خونه را دادی به خوله؟ دارمش دیگر نمیخوایی به خوله کار کردن؟ نه انیق؟ انیق سبب چیه که نمیخوایی به خوله کار کنی؟ دلم نمیخواد دلم نمیخواد که یا خود نداری همراهش کار کردن با نه نمیخوام دیگه کار کردن نه شمس من فکر میکنم شمس لیکن بگومون است پس رو نگام بزنم موسیق رو گامزار شانس می رود کم تا بیردمش کند خب با نزد پسبون را موسیق رو گاز زدگی هسته یردم میکنم مرحبا خدا نگهبانت باشد رحمت اکا سلامت باشین این هم با خاطر روزهای اوله هست چه اومده؟ کی بود در پرمش کند در
зор кардани дар парада канда мепартояд дар саҳар имрӯзам намемонад ки якдамак ором хоб кунӣ. وعلیکم السلام. خوب هستی جونیوچه؟ میشه اوچه جون. شب نقص خوب کردی جونیوچه؟ اوچه نقص خوب کردم کنجیه؟ نقص خوب میکنی؟ وقتی که من در نزد همسایه ها شرمنده کردی نقص خوب میکنی؟ اوچه جون چرا؟ من که همیشه تربیه کردم. چرا من رو تومت بگیره؟ شما استادی من استاد. اوچه جون چرا این تومت رو با سری من زده استوده؟ استادم شرمنده کردی، اوچه تن شرمنده کردی. اوچه در خاکی پایتون جونم اوچه این خیلی گرد نزنه دخیر شما مادر جانی من هسته من فرزندانی شمایم اوچه جان نخواه شما این شما اوچه با طرفی چپ خور رفته یا که با طرفی راست اوچه؟ نه با چپ خور رفتم نه با راست گشتم تا سهر روی حولی با فکری تو راست گشتم. اوچه آخی من مست نشدم اوچه جانی من اوچه زمیش جان همین چی کاری که میکنم همش به خاطر تو است فهمیدی؟ بفهمم من چه به خارجه روان کردم من تو رو خواندم من تو رو کلام کردم چیزی که خواستی همه شرایط رو در زندگی برای تو مهیا کردم که آدم شوی تو در بری من راست شوی تو مرا اینجا شرمنده کردی تمامی همسایه ها برای دیدار تو اومدن تماشا کردن. اوچه من کی شما رو شرمنده کردم؟ من در حیاتم شما رو شرمنده نمیکنم اوچه جان با فکرم خوب دیدیم چه؟ دلت عروس میخواهدن؟ نه دلت زن میخواهدن؟ خیلی اوچه چیزی که شما گید سبیل ماند همین عروس و همین زنه خودی همین روز برای تو عروس میبیارن فهمیدی؟ زن میدی اگر با من حتما زن میدی اگر زن نتی روزت می قند تخور یک تا دو تا سه تا پنج تا زن قطار به قطار حتما میدی. این کار رو نمیخواستم لیکن چی ایلوج خودت مجبور کردی خولا. یک روز اول خونت میروم اول میفهمم که تو به چی کار مشغولی پس اون تو رو فریاد میکنم حساب کتاب میکنم خولا. این موسیقی بگناه دیگه دم گرفته شتیا آی کنسانت پول میزنه فهمیدی؟ دایم ما 300-400 سومانی میزنه یک بولو استاد تو چند سال میشه که؟ یک قندو چی بکه که؟ من هم اینه حساب کرده 10 دانه ماندگی بودم و فکرم یک تا استاد دهن پیسته بینه و این پیسته تورکیه من 140 سومون خریدگی بودم و فکرم که همین 18 سال در خانه پدرم نخوردگی در خانه من که خورده ایستاده ایم بچه تو اگر این قخوری من نمیدم دیگر چیکار کنم. مرسی دیگه چشماتا بلوغ کرده هرم یک خوراک کن یک خوراکی با مزه کن خوره ما هم بگیم که کلین داریم مرحمت خوش آمده ایستا ما اینا شا تو خواهد میگیری و این گشتنو شبی رفتنو شبی این اجبلای گوارجمونه که جای افت این پیسته بی مرغای چیه همه خوده
بادومای نرسیدن میخوام خیلی بادوم که مزه نداره نمیخورم اینم بسیار بلا این پسته هم خوردن یا کم کم نظارت کردن که یک کس به شرمنده میشه اخی درو برو بگذره کشون ای برو بگذره شرم نکنی ای برو بگذره بگذره یکی فرق جون خیر خدا جون خیر خیریتی قدم دا فکلی بالا الله اکبر شما یکی فرق جون حضور احمد شما دی فرق جون تشکری زیاد اکای فروخ مونیس جون چه خیر خوب نه سلامتی خوب خوب اکا جون برو خوب خوب نه با حضور خدا شما صحبت کردن کلی یک پیاله چای دم کرده بیو بچه جون خورجه چه خیر میشود کارو برو چه خیر خوب اینه مو در همین داخل آنیز خطی هم تموز با هستی؟ چه خیلی آنیز؟ نه خوب است کلش نه شکر خدا آنجا رحمتی کلام برکه یاری بچه جون رام کرو تا دیدن خیلی مونیز جون کنی گوزن یازنامون چه خیر در خورجه چی ول دارن؟ یازنام ناس بسیار ناس چویگیر یازنام اولی جانو همیشه زنگ زد زنک سلامتیم خوب احوالم سوز کار برون ناس نصیب باشد آخر همین ماه میبیام از یازنام تشویش نشد پدرم در خارجه نیست در همین تاجیکستان است در خونه کدام خیشومو نمیدونم مردی کوری میکند چیکار میکند عصام میکشد پدرم در همین جو است یگان بار خارجی رفتگی نیست پدری من کیفر در همین تاجیکستان ها؟ تاجیکستان تو چی گفتنی؟ چخیل پدره در خارجه نیست؟ پدره در خارجه پسرم؟ این فاروق بیگانه نیست؟ این بچه خالت است پناه نکن رفتنی پدرت راست خدا جان اوچه بس کن اوچه شرم نمیداری از خدا شرم نمیداری خی میلش از ما شرم نمیکنی از خدا شرم کن کمتر چرا اینقدر دروغ میگویی چرا ما رو شرمنده میکنی اوچه خوردن دروغ میشینی میخزی دروغ میگویی بس کن اوچه مرا شرمنده نکن چرا دروغ میگویی بس کن اوچه دروغگویی به ای باش اوچه اکای فروخ مادری من دروغ میگوید در حقیقت دروغ میگوید پدری من نمیدونم مردی کار از در عذاب است پدری من اکای فروخ شما در حقیقت درست میگوید همه ما از دستی اوچه در عذاب هستیم پدرم در عذاب است پدرم را زده از خونه پیش کرد در بین همسایه ها اوچه راست میگویم همه ما در عذاب هستیم انیس در عذاب است من در عذابم پدرم در عذاب است بس کن اوچه چرا اینقدر دروغ میگویید خودتان رو بنادانی نزنید مرا شرمنده نکنید اوچه مونت خوشرو زندگی کنیم پدری بیچورم رو زده پیش کردید از خونه از خدا نمیترسید شرم نمیکنید کم ترک انصاف داره دوچه بس کنید دوچه فرق جان دهنت شیرین کن گیر فرق جان خدا جان مونیز جان راست میگوید خدا را شکر که از بینتون یک نفر تماما دیگر است خوش آمدی باز دلم پر شد باز دلم پر شد که در همون کارخانه جای انیس رو تو میگیری انمی خیل حق گو باش در راه حق همه وقت قدم ادرومان من ندارم از تو مونیز جان تشکر خاله جان گفتگی برین هفته گذشته من در دیه بودم یزنم رو نیز در دیه دیده بودم مونیز جان راست میگم خبر ندارم شاید آمده باشد به من نگفته باشد دمگیری رفته گسته خیلی خیلی مردکش ما هیله های بسیار دارید من ندارم با یکم زنی دیگر نداشته باشد یزند تو از من پناه کنی
من گمان میکنم که اگر یزنم زن داشته باشند در آسمان روان ای پاهاشون میکشید، در زمین در آن از گوشاشون میکشید. درست. همین طور نمونیست. درست کای فاروق. درست میگوید. گپی حق روز دیده کای فاروق. فرشو در هم تشریف کن. اکای فاروق در حقیقت شما رسکو است. پدری من خارجه رو دیدگی نیست. اوچم در حقیقت دروغ میگوید. من هر وقتی که شینم و خیزم مادرم شیند و خیزه میگویم که مادر جان دروغ نگوید. چرا دروغ میگوید؟ باید نانی حلال خوردن لازم. نانی حلال. بس کنید اوچه شرم کنید کمتر شرم کنید. از ما نه از خدا کمتر شرم کنید اوچه. چرا منو شرمنده میکنید؟ بس کنید اوچه. خیلی پدرت خودش گفت که به خارجه میروم. من از کجا میدونم؟ اوچه دروغ نگوید. بس کنید اوچه. من یک زنه که درونی خانه باشم هیچ جای ندونم هیچ جا نروم. اکای فاروق مادری من دروغ میگه. در جای شیشتگیش دروغ میگه. بس کن اوچه. بس کن. بله اسپسر جان هر چی که تو گویی. مرا شرمنده نکن اوچه. مونیس جون گفتگی بریم. لبای. بحث اولوی شما به خودتون موند. لیکن یک گپ. اگر کی به گفته مادرت قدم نمونی همین طرف خلا جون. بله جون. من تو رو در کارخانه منتظر میشم. تشکر زیاد. تشکر. بله مونیس جون. نمیشنی فرق جان؟ این خیلی منتو کردگی بوده همین منتوی با کدو با مزه ای که یک منتو میخوردید با میرفتید اکای فاروق جون. امیدوارم پس از آمدن تو در این خانه شاید تغییرات به وجود آید. بیچاره انیس از دست این خاله جانم چند سال شد که به خارجه به وطن بر نمیگردد. اکای فاروق خدا خواهد همش خوب بشه. همش خوب بشه. یک منتو نمیخوری؟ اکای فاروق خیلی نشسته بخیر. همه صد فوید. خیلی خوش آمدی فاروق جان. خاله جان زنده باشید. ایستدارم اینجا دارم این چیگاه اینجا همولای چقدر پدره در خارجه نیست ای تو از همین فاروق ترسیدی چه آرام شو من بازی کردم این نقش بازی کردم من نترسیدم از این دیوتی پولی چی گدو من نقش بازی کردم اگر من دروغ میگفتم که تمام نقش های ما برباد میرم اوچه نقش بازی کردی؟ من فرزندی شمایم اوچه تا حال من رو نشنفته چانی اوچه چی؟ نقش بازی کردی؟ نقش بازی کردم اوچه بازی کردی فاروق قوی کردی فاروق باور کرد پولی زبانی خودش بگی پگو با کارخانه بیو نقشو در پیش است فاروق از کن من فاروق رو میگیرم من تو رو یک تا دو تا میخورم کلی بیدم این کلی گوره مونک من توش فایراتون گوره مونک رو فاروق حیاتت سوخت Assalomu alaykum Aslanabonu. Chednan, so'z savdo chiqay. Hammadan ziyodon qabutingiz. So'z men in firma zakaz dada budim snekersa, ulardan hamasha. Xaymas.
ناسکوش شد با من یکم تا شیری که نه همین زوارده گرفتم اصلا یک تا کوفی کرده بیرون مثلا دیگه شانسیم سرده شد خیلی به روز میپرسم زودتر که فقط بچه کدی شده باشد میامده باشد نزدی من یک زنگ زنم چی بلگون چیز شیرین خورم زبانم و دیلم شیرین کنم مثلا زودتر شد مثلا بعد میان شروع کشیدن با تو محفوظ شد؟ بابا من محفوظ شد امروز چند کاری تمام دارم مثلا بولازد دست وابای منیسیون میشه دنیا چه من در دکانی نوک شدگیمون در گیپرازه کمی بیا نازدانه یا چند ناز اشتی ناز کن گیر با هر دیامون بسی میکند چی در کن اسلیف کردم برو ناز اومدم همه ناز همه میبینی خدا بروی ناز همه ایردم چکر چکر بول کردی هرکی از خوب خستی روز بنازی تو اومدم خواهر سودو چکر سودو سودو ناز مادرم که زنده بشد سودو هم ناز میشود مرو باسته از من هم هست شب در جو بودی در یک شب نشینی زنگ زدن با تلفنتان جواب ندادی های در شب نشینی و چوخی یورو جورا یورو جورا احتیاط شب از یورو جورا های اخی مرو میدونی کوچه تو با شب نشینی برای چی میروی من تو میدی گیلی که دهاتی در این دهاتی سرشته کرم در تو باید شبی نماز با شب نشینی میروی همش خلاص فرمون نکن تو با خونه رفتی همین لباسوتا عوض نکردی چه آخر شما خودتون گفتید که مثل بونج گرد خدا یعنی که مثل یک مردی عادی کم بغلونه در میلش پولی رو یک طرف مونو کردی بانکو کردی بانک حضور دسته این از اون من است این مبلغی من است خریب دستی مادر تا کنده نبودی برای پول شده چرا نکنم و چه این از اون من است از اون تو؟ این نقشه رو من تشکیل کردم این فکری من است فکری من بود که منم در این بازی شریک هستم منم دهاتی فریب کردم منم گفتم که اپام از ما قرضدار است چخیلی از اون تو بوده است همه این نقشهایی که این نقشه رو من به تو دادم این فکری من است اندیشه من است اگر من نمیشدم توی هیچ کس نیستی این فکری من است این کارته از اون من است این در کیسه من نیست فهمو؟ روش کن من کار دارم دیوتی پولیش رو از من بزارم با فکرم که گوساله خودش رو
буқа ҳисоб кардааст. аз даҳонаш бӯи шир меоваду катагияша бин гапзаниша. ин фарзанд фикрам балои сари ман мешавад. рафтораш ба ман маъқул нест. Мастуна ҷан бисоро муштариҳоро раз қабул кун. хайр.